قبل از اینکه حضرت محمد پیام آور اسلام بشه و جهان رو زیر رو کنه، مکه و عربستان چه حال و هوایی داشتن؟ چه دینی داشتن؟ مردمش چطور زندگی میکردن؟ اصلا چرا بهش میگفتن دوران جاهلیت؟ تو این ویدیو میخوایم یه سفر بریم به قلب شبه جزیره عربستان، به قرن 6 میلادی، جایی که دنیا داشت خودش رو برای یک تحول بزرگ آماده میکرد، بی اون که کسی خبر داشته باشه. جاهلیت یعنی چی؟ ما معمولاً وقتی کلمه جاهلیت رو میشنویم فکر میکنیم منظورمون بیسوادیه، اما نه، ماجرا یکم پیچیده تره. در نگاه اسلامی جاهلیت یعنی دوری از هدایت الهی و یه جورایی غرق شدن توی غرور، قبیله گرایی افراطی، تعصبات کورکورانه و نادیده گرفتن یه جورایی اخلاق و عقلانیت. توی اون دوران مردم عربستان زندگی قبیله‌ای داشتن، یعنی هر قبیله برای خودش قوانین خاص خودشو داشت، رئیس، دشمن مشخص و هر قبیله تقریبا برای خودش یه دونه خدا داشت. زنده به گور کردن دخترها و جنگ‌های طولانی که بین قبیله‌ها شکل می‌گرفت فضای عربستان رو خیلی تند و تلخ کرده بود. بیشتر مردم عربستان بادیه نشین بودن، یعنی توی صحرا با شترها و گوسفندا زندگی می‌کردن. آب اونجا خیلی کم بود، غذاشون محدود بود، اما مردم مهمون نواز و با غیرتی بودن. مردا افتخارشون به شمشیر و شعر بود و شعر گفتن رو یه هنر مقدس میدونستن. هر قبیله واسه خودش یه شاعر داشت و شاعر قبیله گاهی از خود رئیس قبیله قوی تر بود، چون با چند تا بیت شعر میتونست یه قبیله رو بالا ببره یا برعکس زمین بزنه. زنها معمولاً جایگاه برابری نداشتن، ولی بعضیاشون باهوش و بانفوذ بودن، مثل خدیجه دختر خویلد که همسر بعدی پیامبر، یکی از ثروتمندترین و محترمترین زنان مکه بود. تو مکه بتپرستی خیلی رایج بود. مردم به خدای یکتا اعتقاد داشتن، به خدایی که اسمش الله بود، یعنی در واقع خدایی به اسم الله قبل از حضرت محمد در عربستان وجود داشت و مردم عربستان بهش اعتقاد داشتن. اما فکر میکردن برای رسیدن به اون اعتقاد و ایمان از طریق بت‌ها باید اقدام کنن. لات، عزا، هبل، اینا نامهای بت‌هایی بود که اون زمان میپرستیدن. مثلا یکیشون برای بارون دعا میکردن، یکی برای بچه دار شدن یا برای فتح و پیروزی تو جنگ‌هاشون. اما همه مردم هم مشرک نبودن. بعضی یهودی‌ها تو یثرب یا همون شهر مدینه و تو منطقه خیبر زندگی می‌کردن. یه سری از مسیحی‌ها تو نجران و حیره بودن. حتی بعضی‌ها مثل زید ابن عمرو یه دینی داشتن به اسم حنفیت. حنفیت همون دین حضرت ابراهیم بود که مردم رو به یکتاپرستی دعوت می‌کرد. حالا اگه بپرسید که مردم عربستان چه کاره بودن، جوابش تا حدودی میشه گفت یک کلمه: تجارت. قریش، قبیله معروف مکه، کاروان‌های تجاری بزرگی داشت که برای تجارت اونها رو به شام و یمن میفرستاد. مسیر تجارت شام و یمن مسیر خیلی خطرناکی بود اون زمان، راهزنهای زیادی اونجا بود، ولی خب چون سود زیادی براشون داشت مشغول این کار بودن. مردم عربستان اون زمان خیلی خوب بازرگانی رو بلد بودن و میدونستن چطوری باید با قبایل دیگه مذاکره کنن، چطور امنیت کاروانشون رو تضمین کنن،
خلاصه یه جورایی مکه به خاطر کعبه و موقعیت تجاریش مرکز اقتصادی مهمی شده بود. بازار اوکاز هم بود یه جور فستیوال عربیه که توش مردم شعر میگفتن، حاکما قضاوت میکردن، خرید و فروش و تجارت انجام میشد، حتی یه وقتایی قرارداد صلح یا جنگ امضا میکردن. قبیله قریش که همون خاندان پیامبر بودن وظیفه‌شون اداره کردن کعبه بود و به خاطر همین بین مردم احترام زیادی داشتن، چون نگهبان خونه خدا بودن. هرچند که در اون زمان کعبه پر بود از بت‌هایی که مردم می‌پرستیدن. قبیله قریش چند تا شاخه داشت: بنی هاشم که پیامبر از همین خاندان بود، بنی امیه و بنی مخزوم. رئیس قبیله قریش عبدالمطلب بود، یعنی پدر بزرگ پیامبر. یه آدم با نفوذ و با هیبت و کسی که حتی ماجرای معروف چاه زمزم و داستان فیل‌ها که هممون شنیدیم به عبدالمطلب گره میخوره. اگر بپرسیم که اون زمان دنیا تو چه شرایطی بود، زمانی که هنوز مکه بیدار نشده بود، باید بگم که تو شرق ایران ساسانی ها درگیر جنگ، فساد و ضعف شدیدی شده بودن. مزدک و مانی قیام کرده بودن که خب سرکوب شدن و اختلاف طبقاتی یه جورایی بین امپراتوری ساسانی بیداد میکرد. توی غرب روم شرقی بیزانس با ایران می جنگید و از درون دچار تفرقه مذهبی شده بود. تو جنوب عربستان کشور حبشه یا همون اتیوپی امروز قدرت خیلی زیادی داشت و پادشاهی داشت به نام نجاشی که بعدها داستانش رو حتما میگیم. خلاصه همه اینا نشون میده که جهان یه جورایی خسته شده بود، دنبال تحول و دنبال معنا بود و اون معنا قرار بود از دل یک بیابون خشک از شهر کوچیکی به نام مکه ظهور کنه. تو قسمت بعد میخوایم بریم سراغ ماجرای سال آمولفیل، تولد پیامبر و حمله ابرهه به مکه.